به نظرت وقتی یهون از اینجا پرید درد داشت؟ هی کجا میری ها؟ حالت خوبه؟ وقتی که از خونه رفتم فکر کردم میتونم خودمو بکشم. از کجا میدونستی یهون از اینجا خودشو پرت کرده پی؟ من اخبار رو دنبال کردم. میشه فقط یه امروز رو خونه شما بخوابم؟ توی همچین روزی نمیخوای بری خونه. ازن بریم. این پل حس خوبی به آدم نمیده. کجا میخوایم بریم؟ بریم یه کاری کنیم که قبلا نکردی. درست را برو. هدف ما اینه که یواشکی دنبالش کنیم، تو لحظه درست گیرش بندازیم و بذاریمش توی هواپیما. به جز وقتایی که درس میخونم فقط به این فکر میکنم که چطور از دست بابام خلاص بشم. فکر کنم دارم دیوونه میشم. اینجا ببینم تو باید میومدی پیشمونو میگفتی که پسر رئیس دیوک بال هستی. بغل بده بیا. من میدونم سوء استفاده شدن چه حسی. اون پسرم چویسه که اونگو توی یه کلاس برد تا شب و با هم بیرون باشن. شواهدی دارم که نشون میده با بقیه همکلاسیاش هم همین کارو کرده. به نظرم باید با عدالت کامل روبرو بشه. واسه همینم میگم که باید براش کمیته خشونت درون مدرسه‌ای تشکیل بدین.